ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما، مونسی امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعثی رحمتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک از روزها پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در راه می‌رفتند. یکی از نفرها اومدن با خرشان بگیم و خودشون در حال پستر شیشتن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که در پیش بشینید، گفتن حرمت کردند. و در اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اون مرد خدا بگیم سین صحابه گفتن که تو حقدارتر هستی که این خریت هست یا که سوارت هست، تو در پیش باید بشینی. اما اگر که حق خودت بگیم تو حقدارتر هستی که برای ما ببخشی، اگر بگی بنشین من میشینم، میگم مشکل ندارد، اما تو حقدارتر هستی. از اینجا چندین استفاده هست، انشالله الان حدیثه میگیم، بعدا انشالله فایده‌اش پیشنهاد میکنیم. از حضرت برایده اومدگی است این حدیث و حضرت ابو هریره اومدگی است. این روایت امام احمد حنبل و ترمذی و ابو داود رحمهم الله کردگی هستند. میاد که گفت یک حالتی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم قطعی بودیم که یک مرد میگه یمشی اذ جاءه، اینی که هم نبی صلی الله علیه و سلم میرفتن، اذ جاءه رجل، یک مردی اومد میگه پیش نبی صلی الله علیه و سلم، خیر معه حمار، با همراه مرد یک خر بود، سوار شده هم خر و مرد است بود. فقال یا رسول الله، گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ارکب و تأخر الرجل، سین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ارکب یعنی که سوار شد بر خر، و تأخر الرجل، تأخرش اون مرد در حال پس نشست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم لا انت احق بصدر دابتک، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگفتن تو حقدارتر هستی به صدر دابتی، گفتن که در اولی همون پشتی خرد بشینی تو حقدارتر هستی. الا ان تجعله لی، مگر اینکه همون اگر که بگردانی برای من، اما حق خطا برای ما بخشید، خوب مثلا که من می نشینم. اون مرد گفت که قال جعلته لك، گفت که برای شما بخشیدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که من اونا برای شما گرداندم. فرکبه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پس سر شدن. از اینجا استفاده همین است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که جا داد گفت که سوار شد، گفت در حال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حق اون مرد نفهمانده و حق را پایمال نکرده، نشیشتن، گفتن که حق تو هست، یعنی که حق تو در اینجا تو حقدارتر هستی و مرا هرچند که حرمتم کرده است باشی، اینه که حقدارتر تو هستی، خودت سوار شد در همون جا و چی، همون جا و مکان خودت ده، همون چیزی خودت ده چی که بینشین، یعنی که اما میتونستن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این بگیم که اجازت مطلق همون مرد میتونستن که بنشینن، اما این کار نکردن و این از انصاف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بدن که حق همون مرد چی کردن، بیان کردن که تو حقدار هستی، تو میتونی که بنشینی، اما اگر که برای ما ببخشی من سر میشم. و دیگر که هست وقتی که این صاحبی همون ماشین باشد، صاحبی اگر چیزی که نباشد، همون جای نشستی که خودش باشه، اگه برای شما که بخشید خوبتر کین بگین که خود حقدارتر هستی، خود بنشین. اما این گپ شما گفتید که و در این حالت هم گفت که نش بشینید، گفت برای حرمتی مثلا حرمت کردن شما را، شما میتونید که بنشید، اما حقش بیان کردن این خوب است. بسیاری حالت میشه که عادت خمانده همین است که از خودش کلانتر یا که اگه انسانی بگیم که نو ببینش مانند مهمان این چیزا وری حق خودش پیشنهاد میکند. و غالبا که در عادت ما هم هست که الحمدلله میگن که چینی در جای نشستن میگه من در پس میشینم که در جای دیگر میشینم، اما بعضی نفرها از این چیزها به خبر هستن و در حال جای اون مرد چی میکنن، اشغال میکنن. در این حالت او قدر بگیم موافق عادت نیست. چه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حق اون مرد بیان کردن بعد سرشدن. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.